من میخوام این لوستر رو توی 1 دقیقه با فتوشاپ روشنش کنم و به جای رندر گرفتن دوباره از فتوشاپ میخوام کمک بگیرم. اول از همه یک لایه جدید باز میکنم و براشم رو برمیدارم. یک رنگ قهوه‌ای رو انتخاب میکنم با اوپاسیتی کم و مود لایه‌ام رو میذارم روی اوورلی. حالا روی حباب‌ها کلیک میکنم تا حالت طبیعی تری بهم بده. حالا میریم سراغ چراغ‌ها. دوباره یک لایه جدید باز میکنم و این سری با رنگ کرم روشن و با مود اسکرین روی چراغ‌ها کلیک میکنم. البته برای اینکه پررنگ تر بشه دوباره کلیک میکنم. دوباره یک لایه جدید باز میکنم. این سری رنگ نارنجی رو برمیدارم و با اوپاسیتی کم و با مود سافت لایت شروع میکنم روی نورهایی که تا الان ساختم کلیک کرد. کار من با نور تموم شده. حالا میام سراغ روشن کردن اطراف. لایه جدیدم رو میذارم روی مود اوورلی و با همون رنگ نارنجی جاهایی که میخوام رو روشن میکنم و